بچه سلام، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه امروز بعد چند مدت قراره که یه ویدیو آموزشی داشته باشیم. دو تا نکته خیلی مهم و البته ساده رو خدمتتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که بعد دیدن این ویدیو خوشتون بیاد ازش و لایک رو بزنید، لذت ببرید از این آموزش و اونا رو توی بازیتون اعمال بکنید و بتونید نتیجه بهتری بگیرید. بچه دو تا نکته است، دو تا نکته ای که یکیش دفاعیه و یکیش برای حمله کردن و گل زدن حالا کاربرد داره. اول بذارید نکته‌ای که برای حمله کردن هست رو خدمتتون بگم، بعد میریم سراغ نکته دفاعی. بچه‌ها شما وقتی که وارد باکس میشید، ما قبلا گفتیم که زمانی که حریفتون میاد وارد باکس میشه از کناره ها، شما میتونید با دو بار فشردن دکمه R1 باعث بشید که حالا دو تا بازیکن خالی مهاجم حریف رو بگیرن و نذارن که حالا مثلا بازیکن حریف پاس بده یا آزادی عمل داشته باشه. خب این از این. حالا میخوام نکته عکسش رو خدمتتون بگم. چجوریه؟ شما حمله کننده هستید و وارد باکس میشید، حریفتون اومده این کار رو انجام داده. یعنی چی کار کرد؟ یعنی دو بار R1 رو فشار داده و دو تا مهاجم خالیتون رو مهار کرده و دیگه شما نمیدونید باید چی کار بکنید. اینجاست که این نکته به دردتون میخوره. نکته‌ای که حالا حائز اهمیت هست اینه که بچه‌ها زمانی که شما اینجوری وارد باکس میشید، به جای اینکه بخواید پاس بدید، به جای اینکه بخواید برگردید یا دریبل بزنید، همینجور به حرکت خودتون ادامه میدید. زمانی که دیدید حریف دو بار R1 رو فشار داده، نگه داشته و دیگه نمیاد جلو و رفته حالا خط پاس شما رو بگیره و گزینه‌های پاس شما رو مهار بکنه، اونجاش که شما باید برید به سمت دروازه و وقتی که به دروازه نزدیک میشید، گفتم عملا هیچ مدافعی جلوتون نیست و اون رفته که خط پاس رو بگیره. مثل مثالی که دارید میبینید. ببینید وقتی که نزدیک دروازه حریف شدید، وقتی که رسیدید به گلر، نباید شوت بکنید. اینجاست که شما باید آنالوگ سمت راست رو، خب R3 رو به سمتی که فضای بهتری برای گل زدن هست رو نگه دارین و یک بال رول بزنید و به این شکل دروازه‌بان رو جا بذارید و به راحتی به گل برسید. حالا شما مثال رو میبینید بچه‌ها. ما توی این حرکت قصد داشتیم که حریف رو فریب بدیم، چون خیلی الان میدونن که وقتی کسی وارد باکس میشه کات بک میکنه، حریفا اکثرا میرن خط پاس رو میگیرن، مهاجماتون رو مهار میکنن. شما عملا با این حرکت فریبش میدید، به سمت دروازه حرکت میکنید. به جای اینکه حالا شوت بزنید، میتونید یه بارول ساده بزنید و توی FC24 بعد حالا این همه مدتی که بازی کردیم داریم میبینیم که گلرها وقتی که شما اصلا از کنارشون هم رد میشید، هیچ حرکتی نمیکنن، عملکرد و واکنشی ندارن. شما هم میتونید با نگه داشتن R1 حرکت بکنید که حالا کنترل دریبلینگ داره انجام میده، میتونید باز این حرکت رو هم انجام بدید، ولی مطمئن ترش اینه که گفتم بال رول بزنید و به راحتی دروازه خالی رو باز بکنید. پس دو تا شد، هم میتونید R1 دریبلینگ انجام بدید، کنترل دریبلینگ انجام بدید و هم میتونید بال رول بزنید و با دروازه خالی رو باشید. خب این از این نکته حالا حمله کردن و گل کردن و بریم سراغ نکته دفاعی که خیلی جواب هست و اگه بازی حرفه‌ای ها رو، استریمر ها رو ببینید، اونایی که رنگ خوب میزنن، عملا کامل میتونید ببینید که به این شکل از خط جلو دفاع میکنن. حالا نکته چیه؟ وقتی که بازیکن حریف توی خط دفاعش، تو خط هافبکش داره پاسکاری میکنه، شما باید از همون جلو پرس رو انجام بدید. پرس به چه شکله؟ بچه ببینید زمانی که شما دارید دفاع میکنید، بازیکن حریف از نیمه زمین عبور کرده، شما دو تا مهاجم دارید که خالی هن. خب یعنی هیچ عملکردی ندارن دیگه، توی دفاع هم شرکت نمیکنن، جلو وایسادن. خیلی ها این کار رو میکنن که میرن روی دفاع سویچ میکنن، میرن روی هافبک سویچ میکنن، هافبک دفاعیشون، خب و دفاع رو از عقب انجام میدن. توی این نکته یاد میگیریم که شما باید دفاع کردن رو از خط جلو یاد بگیرید، از خط جلو انجام بدید. چجوری؟ سویچ میکنید روی مهاجمتون، مهاجمی که به بازیکن صاحب توپ نزدیکه، به این شکل نزدیک اون بازیکن صاحب توپ بشید، یا سعی میکنید خط پاس به داخل زمین رو بگیرید به این شکلی که توی تصویر میبینید و در کنارش میتونید R1 رو هم نگه دارید، یه بازیکن از حالا تیمتون به عنوان سکند من بیاد و توپ رو
پرس بکنه، بازیکن حریف رو پرس بکنه که نذاره آزادی عمل خاصی داشته باشه. به این شکل شما هم خط پاسش رو گرفتید و هم جلوش رو گرفتید و نذاشتید پاس بده. دائما باید این کار رو انجام بدید. توپ اگه رفت اون سمت، سریعا باید آنالوگ سمت راست رو بچرخونید، حرکت بدید، برید به اون سمت، با اون مهاجم اون سمتیتون حالا پرس بکنید. شما توی تصویر میبینید مثال ها رو، ولی مفهومش رو خدمتتون گفتم. ببینید الان حریف عملا نمیدونه چی کار بکنه، پاس رو میده، دوباره ما این کار رو انجام میدیم و توپ رو ازش میگیریم. مثال هایی رو که شما اینجا میبینید کاملا گویای قضیه هست. ببینید الان اینجا ببینید کاملا اینجا مشاهده میکنید که پرس از جلو چقدر میتونه روی دفاع کردنتون تاثیر بذاره و نذاره که حریف آزادی عمل خاصی رو داشته باشه. حتی میتونید تا نیمه های زمین بیاید و نذارید که حالا حرکت خاصی بکنه. سعی کنید حدالامکان روی دفاعاتون سویچ نکنید، چون وقتی که سویچ میکنید به خاطر وضعیت بدی که ما توی اینترنت ایران داریم شاید برگشت مدافعتون خیلی آسون نباشه براتون. پس سعی کنید حدالامکان دفاع رو سویچ نکنید و با مهاجماتون دفاع بکنید. و گفتم هم میتونید هافبکاتون رو این کار رو انجام بدید، R1 نگه دارید و با مهاجمتون هم پرس رو انجام بدید که خیلی خیلی میتونه به دردتون بخوره این مدل دفاع کردن. مثال ها رو کامل دیدید. امیدوارم که این ویدیو دوست داشته باشید و تونسته باشم کامل توضیح بدم خدمتتون که چی کار باید انجام بدید توی دفاع و همچنین موقعی که حمله میکنید که نکتهش رو هم خدمتتون گفتم. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید بچه‌ها. باز هم ویدیو آموزشی داریم و همچنین ویدیو پک اوپنینگ و پیک هم خواهیم داشت. امیدوارم که با لایک کردنتون به من انرژی بدین و من رو توی این مسیری که حالا پیش گرفتم کمک بکنید و بتونیم کنار هم دیگه رشد بکنیم. امیدوارم ویدیو دوست داشته باشید. دمتون گرم که این ویدیو تماشا کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعد، فعلا.